از دیشب همه سایت‌های داخلی و خارجی از کار قشنگ کریس رونالدو حرف میزنند که انصافاً هم دمش گرم، حرکت بسیار ارزشمند و زیبایی بود. اما آیا باورتان میشود که بیشتر از نیم قرن پیش همایون سرطلایی چنین حرکت زیبایی انجام داده بود؟ زمانی که خبری از فرپلی و جوانمردی در دنیای فوتبال نبود، سالها پیش در یک بازی بین دو تیم شاهین و شهباز، همایون خان بهزادی توپی را از گوشه زمین شوت می‌زند که از تور پشت تیر دروازه وارد دروازه شهباز می‌شود. داور گل اعلام می‌کند. پرویزخان دهداری از همایون خان می‌پرسد گل شد؟ جواب می‌دهد نه، از پشت تور رفت توی دروازه. پرویزخان توپ را از داور می‌گیرد و گوشه 6 قدم می‌کارد و می‌گوید ضربه دروازه بزنید. گل نبود. حالا اما در آذر ماه 1402 که سالگرد دهداری هم هست، رونالدو در حرکتی زیبا اعلام کرد روی او پنالتی نشده. دم شما گرم آقای کریستیانو رونالدو. نامتان جاوید همایون خان و پرویز خان. چه زیبا بود شعار این مکتب که اول اخلاق، دوم درس و سوم ورزش.